اولین ولاگ یوتیوب من. امروز میخوایم با هم دیگه آشپزی کنیم. میخوام خورش لوبیا سبز درست کنم ولی ورژن سالم و رژیمیش که کم روغن و از حالا سبزیجات بیشتری استفاده شده. من این کینوا رو تازه گرفتم و امروز سری دومی که دارم قاطی برنج درستش میکنم. جایگزین خوبیه برای برنج، خیلی خاصیت داره، آهن، کلسیم، منگنز و فیبر. فقط یه نکته خواستم بهتون بگم که وقتی کینوا رو میگیرید، مال من بدون نیاز به شستشو هستش، ولی اگه از مدل عادیش باشه حتما توی آبکش بریزید، بشوریدش، چون یه لایه تلخی روش هست که حالا برای گیاه، برای زمانیه که حالا از حشرات و مثلا پرنده ها و اینا ازش محافظت میکنه و تلخه. اونو حتما باید بشورید که غذاتون رو تلخ نکنه. ولی این مدلی که من گرفتم بدون نیاز به شستشو هست و خوبه، مزه خاصی نداره. اگه میخوام حالا مزهشو بهتون بگم اگه تا حالا امتحان نکرده باشید، ولی خب خاصیت زیاد داره دیگه. حالا من شروع کردم به استفاده ازش ببینم که چطور یا چقدر یا چند تا رسیپی خوب میتونم باهاش در بیارم که خب یه چیز مفید حداقل کنار برنج باشه. آبم نبود، پس قبل از اینکه غذا آماده بشه اینجاها رو جمع کنم که اوضاع از اینی که هست بدتر نشه.